جز اینجا که به دعوت روزنامه گاردین رفته بود، 1-2 هفته است اوضاع چشمانش همین است. یکی از مهمترین دلایلش دیدن صحنه‌ای است که خودش تعریف می‌کند. بخشی از رودایی پسر بچه از کمرش زده بود بیرون و بقیه‌اش هم آویزون بود. دیدن داخل شکم آدم‌ها برای او که فوق تخصص این رشته پزشکی است آنقدر عجیب نبود، اما عجیب شد 1 ماه پیش. فکر می‌کردم وقتی برم و برگردم حالم رو به راه میشه، اما اون چیزایی که دیدم بر من غلبه کرد. مقصدش غزه بود. از استرالیا همراه با گروهش برای کمک پزشکی اعزام شد و سفرش که 3-4 هفته‌ای به درازا کشید را اینجا در حساب کاربری مجازیشان تعریف کرد. فردا تیم پزشکی ما مأموریت کمک‌های بشردوستانه خود را به غزه آغاز می‌کنه. و آغاز شد. چشم‌های او شروع به ثبت وقایعی کرد که قبلاً فقط از رسانه‌ها شنیده بود. آوارهای غزه لابلای آوارهای خان یونس زندگی میکنن. هر ساختمانی که تو چشم بود ویران شده. دکتر آدوسومیلی در توصیف موقعیت خود نوشت اینجا بیمارستان فقط مرکز درمانی نیست، پناهگاه آنهاست که آواره اند، یتیمند. و همکارش دکتر وون که روانشناس است به این فهرست یک کمبود دیگر اضافه کرد: بی‌آغوشی. یه عالمه بچه اینجاست که نه کسی هست بغلشون کنه و نه حتی خودشون دستی دارن که خودشونو بغل کنن. او و آقای دکتر برای هر آنچه از مقابل چشمانشان گذشت نامی انتخاب کردند. غزه در حال حاضر جهنم روی زمینه. غزه جایی است که قرار بود مقصد این هدیه‌های دستساز بچه‌های استرالیایی باشد، هدایایی برای بچه‌های غزه، اما به دست همه‌شان نرسید. بچه 10 ساله‌ای بود که ترکش بزرگی از یه بمب شکمشو پاره کرده بود. هیچ ماده بی‌حسی یا مورفینی نداشتیم بهش بزنیم. اون شب بچه فوت کرد. تجربه‌های آقای دکتر حالا بخشی است از سخنرانی خیابانی او برای دعوت جامعه پزشکی و درمانی استرالیا به بیداری. اتفاقی که داره تو غزه رخ میده وحشتناکه. مردم ساکن غزه به او و همکارانش نیاز دارند. زهرا ایزدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.